شنبه 20 مای سال 2023 هواپیمای تمغه ایرباس 321 که به شرکت روسی هواپیمایی اورالسکی اویالینی تعلق دارد از شهر مسکو به شهر کولوب در جنوب تاجیکستان پرواز میکرد، مجبور شد که پروازش را در نیمه راه قطع کرده در فرودگاه کروموچ شهر سمارا بنشیند. تلگرام کانال اوی اینسیدنت که حادثه‌های فوق‌العاده هوایی را پیگیری میکند خبر داد که سبب نشست فوق‌العاده این هواپیما بد شدن احوال یک زن حامله مسافر شده است و در نتیجه سرخلبان تصمیم گرفته است که در یگان فرودگاه نزدیکتری بنشیند. گفته می شود در خبر این نخستین موردی در فرودگاه سمارا نشستن هواپیماهایی که بین روسیه و تاجیکستان پرواز میکنند نیست. تازه یک هفته پیش روز 15 مای سال 2023 هواپیمایی که از فرودگاه دمدید و شهر مسکو به دوشنبه پرواز میکرد به دلیل بد شدن احوال سلامتی یکی از مسافرانش مجبور شد که در کروموچ فرود بیاید. ماه مرد با این سبب بد شدن احوال سلامتی یکی از مسافرانش هواپیمایی که از خوجند به فرودگاه ژوکوفسکی پرواز داشت نیز در کروموچ نشست. در هر سه حالت ماشین یاری تاجیلی تا دم در هواپیما آمده به مسافران بیمار کمک خود را رسانیدند و سپس هواپیماها به پرواز خود ادامه دادند.